پدیده در جامعه ظهور کرده است که آن عبارت از کافر خواندن مسلمان ها. از اشعری را کافر گفتن، ماتریدی را کافر گفتن، این استادشون طرزوی را کافر و زندیق گفتن، حزبی ها را مشرک گفتن، اینا فکر میکنن که میترسیم. نه، اون جای ترسی نیست و این جنایت هم نیست. گفتیم و باز خواهیم گفت. این فکری ما است، عقیده ما است، دین ما است. اقوال ابن تیمیه را آوردن ما هم اینجا بیجا است. بله. چون که اون قوم بسیارتر اعتماد به اقوال شیخ الاسلام میکنن، لیکن تکفیر اگر ما به اصطلاح امروزه مثلا میگیم که به قانونهای تاجیکستان گریم یا سته دارن 305 است، خیانت به وطن. یعنی انسان وقتی مرتد میشود معناش همین است، خیانت به خدا و رسول. خیانت به خدا و رسول. آیا شما گفته یعنی صحابگان رو در نظر دارد. جابر بن عبدالله را میپرسد و شما خطاب میکند، منظورش صحابگان. آیا شما کسی را از اهل قبله مشرک میدانستید؟ اما این 800 درس شرعی و اسلامی را یکسان در یک سبد گذاشته اینها رافضی هستند، حتی زندیق رو میدونم مشرک اینها هستند. شما گوش نکنید. لتکلم بکلمه اوبقت دنیاه و آخرته. این نفر یک کلمه گفت، یک جمله گفت که دنیا و آخرتش را برباد داد. همین کلمه که خدا تو را نمیبخشه. علم با حکمت جامعه ساز بشه، علم با حکمت تحمل پذیر بشه، علم با حکمت دور از تندگرایی بشه، دور از که زیر پا کردن حقوقی اون کس بشه. بله. علم با حکمت استاد کوشش میکند آن دعوتگر، آن دانشمند هر قدر دایره مسلمانان را زیادتر کند و مردم را بیشتر مسلمان حسابد. اما علمی که زیان آور است، علمی که از حکمت آری است، هر قدر مسلمانان را کمتر میکند و بجز خود و گروه اندکی خود همه را دیگر کافر و مشرک و زندیق. بعد اینو قتل کردن، از نصرانی خرما پرسیدن. نصرانی خرمای خود را بخشید براشون، گفتن نه ما از تو بی پول خرما نمیگیریم. یعنی خون مسلمان را میریزانند اما خرما را از نصرانی بی پول قبول نمیکنند. حدیث امام مسلم است، لفظ امام مسلم است که میگه که ای امرئ قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت علیه. اینجا تفسیر باء و ارتد در دو لفظ حدیثی که آوردیم، یعنی که معنیش اینه که هم کفر باز میکند با یک نفر از این دو، یعنی یکی از این دو باید کافر باشد. اگر مقابل کافر باشد سخنش درست است، اگر نباشد والعیاذ بالله خودش زیر ایمانش زیر خطر هم گناهکار. یعنی استاد هیچ شخص عاقلی گمان نکنم که ایمان خود را در خطر گذاشته مسلمان را به این بدترین و زشترین اتهام کنه.